سخنان حضرت علی رضی الله عنه: اگر کسی دل تو را رنجانید ناراض مشو، زیرا قانون طبیعت است که درختی که میوه حاصل می دهد مردم سنگ به همان می زنند. همه مردم دنیا تو را به خاطر فایده خود می خواهند، تنها الله تو را به خاطر فایده تو می خواهد. زیبایی دوستی سخنهای یکدیگر را برداشت کردن است. دوستی بی عیب مجو که تنها میمانی. از دست مده شخصی را که تو را میخواهد. پنهان مکن رازی را از شخصی که به تو اعتماد دارد. در جایی که آبرو و حیثیت نداری به اونجا مرو، اگرچه تو را در آنجا در کاسه از طلا ساخته شده طعام دهند. زیبایی و حسن زندگی این نیست که تو چقدر خوش هستی، بلکه این است که دیگران از تو چقدر خوش هستند. دل یک انسان را رنجانیدن اینقدر آسان است چقدر که تو یک سنگ را در بحر آب می پرتایی، اما تو نمیدانی این سنگ چقدر پایان آب رفته است. شخصی که همیشه خوشحالی تو را می خواهد باید همیشه در فکر او باشی. از صحبت انسانهای نیک همیشه فایده میکنی، زیرا باد وقتی که از طرف گلهای خوشبو می آید بوی خوش دارد. شخصی که قهر و غضب تو را برداشت و صبر می کند دوستی حقیقی تو است. این هم یک علامت شخصان نیک است که آنها را در یاد نمیگیری، بلکه آنها در یاد میمانند. انسانها را ببخش، طور امید داری که الله تو را میبخشد. هیچ وقت در نزد کسی خوب بودن خودت را تعریف نکن، زیرا برای شخصی که تو را میداند لازم نیست، اما شخصی که نمیداند قبول نمی کند. از همه دانه قیمت بها دانه دوستی است که در زمین نه در دلها می روید. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.